درود دوستان، به کلبه فیلم خوش اومدید. لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید. صبر کن، من میکشمش کنار. فقط یه دقیقه صبر کن. فقط یه دقیقه. چه خوب شد 2 هفته دیرتر نیومدی، چون داره زمستون سر میاد. اون طرف چهارراه فروشگاهیه که مرکز تعویض اجناسه. رابیا پیرون الان میرسیم. وایسا. خب اینجاست. البته اگه میخوایم کلبه بهتر از این داشته باشیم باید راه زیادتری رو طی کنیم. تا همینجاش هم خیلی راه اومدیم. پدر نظرتون چیه؟ به نظر میاد که اون آگهی که تو روزنامه خوندیم کار خود ابنر بوده. نه خیر، نمیتونست کار من باشه، چون من حتی اسم خودم هم نمیتونم بنویسم. شاید کار خواهر ویل باشه، همونه که یه خونه بهش ارث رسیده. از دیدن این علامت آدم حس میکنه چقدر با شخصیت هستن. بله، باید اینطور باشه. بله، باید اینطور باشه. برو گم شو. دیگه این طرف نیا. خب همونطور که بهتون میگفتم یه خونه حتما خیلی باید خوب باشه که یه خرس بخواد تون زندگی کنه. البته ما از چیزی نباید بترسیم، فقط موقعی باید از خرس‌ها بترسیم که زنبور اونا رو نیش زده باشه یا اینکه بچه‌هاشون اگر میدونستم شما توی راه هستیم خودم کم اینجا رو تر تمیز میکردم. البته آشپزخونه خوبی داره. منظور من از این حرفا اینه آقای آدامس که خب ما در اینجا به یه فروشگاه بزرگ احتیاج داریم و اگر شما حاضر باشین اینجا بمونین کم کم دوستان خوبی پیدا میکنین، چون خودتونم خوبین. خب به نظرم بهتره منم برم سراغ کار خودم. میدونین که به زودی بالای کوها برف میاد. برای همه چی متشکرم. من همیشه از مردمان ساکرامنتو خوشم میومد، به خصوص از بچه‌هاشون. در راه نیاز به یک راهنمای خوب مثل شما داشتیم. ازتون متشکرم. ای آقا، من که کاری نکردم. من حدوداً 3 روز دیگه از این طرف برمیگردم، چون من راستش به تعبیر شکار غیرقانونی میکنم. من از این که تله ها رو ببرم بذارم سر جاشون خیلی خوشحال میشم آقای آدامس. خداحافظ همگی. و شما بچه ها همیشه بخندید. دنیای زیبایی است، درسته؟
خب بچه ها وسایل ببریم تو. این که محکمه، حتی یه ذره هم باد از زیرش رد نمیشه. چه سر صدایی میده. خب یه کمی لقه. این فقط به یک لولای جدیده. بقیه جاهاش خوبه. آقای ابنر درست میگفت. پدر بله بسرم. اگه میخوایم ما اینجا بمونیم خب میمونیم دیگه، مجبور نیستیم ما رو راضی بکنیم. چاره هم جزی نداریم پسرم، چون تا آخرین پنی رو برای اومدن به اینجا خرج کردم. اگه تاجر خوبی بودم اول تحقیق میکردم بعد میومدم. حتی مزرعه دارها هم میدونن که یک خرابه رو نباید خرید. ما که نمیگیم تقصیر شماست پدر، فقط انتظار بیش از این داشتید. میدونم جی، تا به حال شده که من چیزی رو به شما تحمیل کرده باشم، نه فقط در انتخاب این خونه بلکه در موارد دیگه. منظور من این نبود پدر، منظورم این بود که حالا که اینجا اومدیم دیگه چاره جز موندن نداریم. داریم؟ نه اونقدر هم مجبور نیستیم. اگه کسی راهی رو اشتباه بره خب میتونه از اون راهی که رفته دوباره برگرده. من و تو آدم‌های بی‌عرضه‌ای نیستیم، بهتم همینطور. هیچ چیزی نیست که مانع برگشت ما به شهر زیبای بیلان باشه. خب میتونیم به اونجا برگردیم، کار بگیریم و پول برگشت به خونمون رو در بیاریم، یا اینکه میتونیم توی شهر بمونیم و کار تجاری بکنیم. خب حالا چرا اینجا رو نفروشیم؟ ابنر میگفت شاید خودش اینجا رو بخره. نه ابنر اینجا رو نمیخره. یه مرد در زندگی میتونه سه کار انجام بده: کاری که براش متولد شده، کاری که بهش عادت کرده و کاری که وظیفه داره انجام. یه وقت هم مجبور میشه هر سه کار رو انجام بده. اما ابنر تا آخر عمر یه شکارچی میمونه. شاید یه کسی دیگه اینجا رو بخره، مثلا یکی از شهرنشینا. بله شاید. پدر شما دوست داریم بمونیم؟ خب حالا که میپرسی بله، دوست دارم بمونم. برای چی پدر؟ آخه اینجا که چیزی جز خرس و گرگ نیست. خب بهتر اینا رو جمع کنیم و بگیریم بخوابیم. فردا بعد از ظهر غذا رو میریم توی شهر بخوریم. پدر منظورت اینه که چرا من دوست دارم اینجا بمونم؟ بله پدر. چون اینجا برای من جاذبه داره. جاذبهش اینه که ابنر گفت مردم اینجا به ما احتیاج دارن. همه از اینکه مورد احتیاج دیگران باشن خوششون میاد. البته این حرف در مورد همه مصداق پیدا نمیکنه. خب شما دوتا توی اتاق خواب بخوابین، منم اینجا میخوابم که به دامها نزدیک. منم ظرفا رو میشورم. خوبه؟
چی؟ نگاش کن. آقا حسابتو میرسم. پس بیا سعی کن منو بگیری، اما دورتر از این نمیتونی بدوی. بدو همین الان میگیرم، ات خیال کردی. من اینجا میگی نتونستی؟ بیشتر سب کن، الان میگیرم. راست میگی، بیا بگیر، بیا. مگه چیزی بود پدر؟ فقط یه سایه بود. میدونی که گوسفندا چطوریه؟ اونا اگه صدای افتادن پرم بشنون میترسن. فردا براشون یه جا درست میکنم. شما بریم بخورید. خواهر چرا چشمت اینقدر پف کرده؟ داشتی گریه میکردی؟ نه. میدونی من کی گریه کردم؟ همون روزی که مادرم بود. اصلا یادم نیست. خب تو خیلی کوچیک بودی. خودم هم چیز زیادی یادم نیست. فقط یادم گریه کردم. خیلی غمگین بودی؟ یه دیگه بخواب. من بهت دروغ گفتم. منظورم در مورد گریه کردنه، میدونی؟ میدونم، عیبی نداره. دلت برای همکلاسیات تنگ شده اره؟ جی. چیه؟ به پدر که نمیگی. من نمیخوام پدر تصمیمش رو عوض کنه، چون دیگه موضوع حسابی جا افتاده. من بهش نمیگم بهت، به خاطر اینکه منم میخوام اینجا بمونم. یادته که گفت چون بهم احتیاج دارن میخوام اینجا بمونم. من نفهمیدم چی میگه. خب اگه مادر نمرده بود منم درکش نمیکردم. من و پدر هر دو به تو احتیاج داریم، همونطور که ما به اون احتیاج داریم که از ما مواظبت بکنه. یه کمی توضیح دادنش سخته، اما خب تو حالا خانم خونه ای دیگه. بالاخره هر خونه ای به یه خانم احتیاج داره، حتی اگه اون یه دختر بچه باشه. جی. بله. منم دوست دارم مورد احتیاج کسی باشم. بازاری گریه میکنی؟ جی، چی میشه آدم هم گریه کنه هم خوشحال باشه؟ دیگه حرف نزن، بگیر بخواب. خب این کمک میکنه که از اینجا دور نشن. شما هم دور نشین. خب نگران من نباشین، میتونم مواظب خودم باشم. خوبه، امروز سرحالی. گرسنتون که شد منو صدا کنی. بسیار خوب. سلام، چقدر خنده داری. از من نمی ترسی نه؟ بیا یه چیزی که دوست داری دارم. صبر کن، نرو، برگرد بیا اینجا. گردن بندم و برگردون.
ببینم مادر کجا؟ پدر! کمک! پدر یه خرسه! نگران نباش. چی شده به؟ یه خرس بود ولی یه گرگ بزرگ منو نجات داد اما شما اونو چه کشت. گفتی یه گرگ؟ بله پدر یه خرس بزرگ دنبالم کرد و گرگ با خرس جنگید اونم برای نجات من. بریم ببینیم چیه. هنوز نفس میکشه اون نمرده. با اینکه جون تو رو نجات داد باید اونو میکشتن. میبینی که اون که گرگ نیست. اون یه سگه. هی چیه؟ چی شده؟ با شمام چی شده؟ این سگ وحشی شده وگرنه به خرس حمله نمی‌کنه. پدر اون منو نجات داد اون وقت شما. متاسفم ولی نباید بذاریم یه سگ وحشی این دوره برا باشه عزیزم. درست نیست بذاریم اون زرج بکشه. این تیراندازی برای چی بود؟ یه سگ وحشی. این طرفا فقط یه سگ وحشی وجود داره. آره خودشه. این بیباکه. این سگ دوستم آقای ویله. ولی وحشی شده آقای ابنه. چه وحشی باشه چه نباشه بهتون بگم این سگ ارزش نگهداری داره. خب ببریمش پایین توی فروشگاه. باید معالجه بشه. پسر مسائل منو بیار. بت تو جلو برو کمی آب داغ کن. اسم مردی که ویل دوست بیچاره منو کشت گالد بود. فرانک گالد. روزی که تلو خورم وارد شهر شد من در ببینون بودم. میگن دیوونه شده بود اما من شرط میبندم که این سگ دوستم ویل بود که اینقدر دنبالش کرد تا اون آقا چون جایی نداشت پنهان بشه خودشو تسلیم پلیس کرد. این داستانی که گارد برای من تعریف کرد. اون و شریکش رایدر به طرف شمال برای پیدا کردن طلا رفته بودن. داغه خوبه نیست؟ به نظرم خیلی گرسنت بود. خیلی میچسبه درسته؟ مگه نه فرانک؟ تو این بیابون فروشگاهی به این بزرگی واقعا عجیبه. بله درسته که خیلی دوریم اما یک حالست که ما یه بار از اینجا رد میشه و ما میبینیمش مثل خودمون. جرخوزدان، جویندگان طلا، شکارچیان همه برای مبادله جنسشون با این جانب به اینجا میان. برای شکار جای خوبیه نه؟ بله برای شکار عالیه. سگ آبی، خرس، گرگ، روبا همه چی اینجا فراوونه. آقا به من بگو چجوری میتونی تو این بیابون تنهایی زندگی بکنی یا دیوونه نشی؟ تو که با هیچکی حرف نمیزنی. من خودمو با کار سرگرم میکنم وقت فکر کردنم ندارم. این تابستونیه یه طویله ای ساختم. شاید قسمتی رو برای دام جدا کنم. بله واقعا سرم شلوغه. به هر صورت تنها نیستم. اینم دوست خوبیه.
از من پیرگاهی خیلی بافکتره. البته نجار خوبی نیست. این کار نمیتونی بکنی، درسته؟ آره حتما دوست خیلی خوبیه. با یه نگاه آدم میفهم. به قول معروف بهترین دوست انسان. براو. پیافاشم باهوش مگه نه؟ با تو بودم فرانک. آره عجب خوشمزه بود. شما مهمونید، خواهش میکنم. آروم بشین. انرژیت برای اون طویله‌ای که میخوای بسازی نگردان مرد و همینطور برای این سگت. درست سگه؟ میخوای به ویلی پیر در ساختن طویله کمک کنی ها؟ اسم اون سگ بیواکه. شما برای اون آشنا نیستی، اما شما اینجا یه مهمان هستید. من از شما پذیرایی میکنم. شما بنشینین خودم از پذیرایی. منظور دستور دادن به من که نیست ویلی. رایدر بهش بگو که من چقدر از دستور گرفتم بدم میاد. فرانک یه کمی آروم باش. آروم باش فرانک. آره درسته. کلو پشتیاره بیار. من انبارم انقدر پر نیست، فقط میتونم چیزی که خودم دارم بهتون بدم. خب میدونی ویلی چطوری بهت بگم، ما یه کمی کمبود پول داریم. درسته رایدر؟ راستی ببینم ویلی فشنگ چی داری ها؟ فشنگ دارم تا چه نوعشو بخوای. این نوعش همونجا وایستا پیرمرد، همونجا وایستا. دوست داری که ایستاده بمیری؟ تو اصلا نمیترسی؟ نه، یه کمی جنس دارم و یه کمکی هم غذا. در این صورت از چی بترسم؟ مال تو؟ ما بیشتر از اینا میخوایم پیرمرد. کجا قایمش کردی؟ چیو؟ پول طلا. اینجا نه پول دارم و نه طلا. که گفتی اصلا نمیترسی نه ویلی؟ فکرشم نمی کنی که بکشمه؟ ای آقا بهش بگو. گفتم بهش بگو طلاها کجاست. بگو تا دیر نشده. بگو. من یه خواهری دارم که فلجه. برای اونه که کار میکنم. توی اتاق خواب تو کشوی بالایی جعبه پول اونجاست. هر چی میتونی بردار. دیواک آروم باش. خب بشو اونو ول کن. به اون کاری نگم شو. رایدر اون چیزها رو بردار. حالا میرم پولا رو بردارم. ویلهلم و گریتا ریتون حساب مشترک. به چه دردم میخوره؟
فرانک گالت بیدار شو فرانک بیدار شو. چی شده؟ صبح اول وقت از اینجا میرم تا هوا روشن نشده. فرانک مجبور نبودی اونو بکشی. من تصمیم خودم رو گرفتم. تو چطور اینطور بیخیال خوابیدی انگار که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی خواستی بری من از خواب بیدار نکن. چی شده؟ میخوای چم بشه؟ خب خوابم میاد. میخوام بگیرم بخوابم. رایدر تو حتما زده به سرت. آدم از خواب عمیق بیدار میکنی که به اون بگی فردا صبح میخوای اینجا رو ترک کنی.
میکشمت. ترسو! دوز! ترسو! بذار من بخوابم. بذار من بخوابم. از اینجا گم شو! گم شو! نه نه.
نفر به من کمک کنه. کمک کنید. یعنی کسی اینجا نیست. کمکم کنید. کمک کنید. من تیرش دادم. تیرش زدم. ولم کنید. آروم باش. ولم کنید. به خودت مسلط باش. ولم کنید. آروم باش. من اونو زدم. بلند شو بریم. تیر زدم. خیلی خوب. ابنر چیه؟ برو دکتر گرانت. بله الان. اون که دیوونه زنجیریه. خیلی خوب، حالا آروم اینجا بگیر بخواب. اون چیه؟ کلاشو آوردم قربان. خیلی خوب، بذارش رو میز. متشکرم واکر. خواهش میکنم قربان. برین کنار بزنین دکتر رد شه. بیا تو آقای دکتر. دیوونه است. تا شما بخواید تماشاش کنه اون دیگه مرده. بهش گفتم کیفشو نیاره، باز گرفت تو دستشو اومد. گفتی که مرد دیوانه است، ولی این دلیل نمیشه که وسایل کارمو نیارم. هنوز که زنده است، پس میشه به شما. معاینه نکرده چطوری میگی خواهش زنده میکنم است؟ بس کنید، بذارید ببینم اینجا چه خبره. قلبش مثل خرگوش حبس شده میزنه. فرسودگی کامل داره. شوک بزرگی بهش وارد شده، باید از اون حالت درش بیاریم. ابنر برو پیش ماد کمی سوپ بیار، زود باش. خیلی خوب. داره به هوش میاد. میرم براش کمی سوپ بیارم. کلانتر بله منم. خبر داری چی کار کردم؟ کمکم میکنی؟ باشه کمکت میکنم. اون یه شیطانه. یه شیطان اصلا کجاست؟ آروم باش عیبی نداره پسر جون. آروم باش. تو کلانتر هستی و وظیفت حفاظت از منه. باشه آقا، حالا بهتره کم کم برگردیم به عقب. داستانو از اول بگو. ما توی بیابون بودیم، من و رایدر، جیم رایدر بزرگ، داشتیم میرفتیم آلاسکا، دنبال طلا میگشتیم. هر جا که میتونستیم غذامون رو پیدا میکردیم. و این از نظر رایدر هیچ ایرادی نداشت. اما من خب ابنر، بالاخره فهمیدیم. بیچاره ویل. اما اگه نظر منو بخوای، یکی باید به اون سگه یه مدال یا یه نشان پلیس بده. بله و حتما هر دو رو برای یه خونه گرم و یه غذای خوب عوض میکنه. تهیه غذا برای اون مشکلی ایجاد نمیکنه.
مشکل پیدا کردن خونه جدیده. نه خیلی هستن که به یه سگ خوب احتیاج دارن. مسئله ما اینه که سگ حاضر میشه پیش کی زندگی کنه. خوب ابنر، ممکنه تا دم طلعاتم دنبالت بیاد. خب البته اگه نیاد من هواشو دارم. خوبه. متشکرم دکتر. کلانتر صحبت شم نکن. مورد جالبی بود. ابنر ببین میتونی پیداش کنی. خب این کارو میتونم بکنم. فکر نمی کنم زیاد دور شده باشه. مرد خیلی مریضی بود. میدونی ابنر، بعضی از مریضای من همین حالت شوک رو پیدا میکنن وقتی که متوجه میشن چقدر به من بدهکارن. بعضی موقعا بدتر از گذشته مریض میشن و بعضی وقتا موقعی که خرج مریض بودن رو میفهمن به کلی خوب میشن. به نظر تو تا موقع دادگاه زنده میمونه؟ بله، اگه خوب استراحت کنه و دیگه فشاری به قلبش نیاد. آره، فکر میکنم حتما زنده بمونه. بیباک بیباک حدس میزدم خیلی دور نشده باشه. ببخش، جلوی دیدتو گرفتم. عیبی نداره، بذار بهت بگم حالا چی کار کنیم. بهتره که اون حادثه رو کلن فراموش کنیم. قانون خودش به اون رسیدگی میکنه. خاطر جمع باشیم. چطوره بریم کمی توی شکم خالید غذا بریزیم؟ نظر تو هم همینه؟ آقای عبده، این سگ بازی رو دوست داره؟ البته که دوست داره اسپرات، البته نه حالا. ببین اسپرات، چطوره تو اینجا بمونی مواظب سگ من باشی تا برم براش خوراکی بیارم؟ چشم آقای عبده، من نگهبان سگ خیلی خوبی هستم. مطمئنم که همینطوره. حالا بشین همینجا و نذار از جاش جم بخوره. بارکلا. حتما خیلی گرمته ولی باید تحمل کنی. وای خون. خیلی خوب، اینم الان درست میکنم. تو سگ خوبی هستی. فکر میکنم باید به دکتر بگم که چون مریضی نمیتونی راه بری. حالا تموم شد ولی هنوز خیلی مریضی، خیلی خیلی مریض. اسپرات بکستر، خودتو نگاه کن، چه قیافه‌ای پیدا کردی. اینم بهترین بلوزه. یه کمی صبر کن تا برسیم خونه آقا. بیا بریم. آقای ابنر، درست به موقع رسیدی. من از سگ مواظبت کردم، براش دکتری هم کردم. بیا اسپرات، متشکرم. اگه بتونه آهنگ مدیرم با سوت بزنه و تو جنگای مختلف هم جنگیده باشه بهش اجازه نمیدم تو مشقابای من غذا بخوره. اینه؟ بله خودشه. قیافش با سگای دیگه فرقی نداره. شاید کمی هم کثیف‌تر باشه. ببین چقدر گرسنه است. اما البته این دلیل نمیشه که از بشقابای من استفاده کنی. کسی از جنابالی نخواسته بود که از بشقابه رستوران غذا بدی و همینطورم کسی ازت نخواسته بود کاراتو ول کنی بیا اینجا و اونو ببینی. بدش به من. نگاه کن، هر وقت تشنه یا گرسنت شد میتونی بیای به رستوران منو در بزنی. اونهاش اونجاست، اونجایی که نوشته کافه ماد. اونجا یه گناهکاری هست که توی زندان به سر میبره. یه وقت یادت نره قابل منو بیاری ها. میدونی صبح اول وقت من به طرف چادرم برمیگردم. اگه دلت میخواد دنبال من بیای بیا. بدون بیل پیر احساس تنهایی میکنم.
خیلی ممنون آقایون که من از دست اون خلاص کردیم. حیوان وحشی شما اینجاست. اون شیطون از اون دور کنید. سروان اونم ببرش بیرون. اطاعت. از کنار سگ نه. آروم باشید. بیباک! بیباش کنید! اینو دورش کنید! ببرش کنار! ببرش کنار! اونو باید دستگیر کنید. اون یه آدم کشه، یه دیوانه است. برید کنار. میدونی ابنر، واقعا خنده داره. این اصلا به بیباک مربوط نبود. از ترس مرد. خب بیباک، چطور بریم وسایلمونو برداریم؟ باید مدتی تو چادر من بمونی. خوب ازش مواظبت کن. حتما این کارو میکنم. خاطر جمع باش. نه، تو یه مرد بی‌پناه از پشت با تیر نمیزنی. من که تیرت نمیزنم. اصلا من که حق تیر ندارم. خدا رو شکر، تو منو خیلی ترسوندی. دوستم هم ترسوندی. آقای ابنر، اسمش چیه؟ من میتونم باش بازی کنم؟ خب اسم اون بیباکه و اون یه میدونی چیه؟ شما دوتا یه چیزتون مثل همه. بله شما دوتا با هم جورین. میدونی چیه؟ من میرم با مادرت صحبت کنم، تو هم همینجا وایسا و مواظب باش. خب؟ آقای بیباک، دیروز به خاطر تو کتک خوردم، ولی البته دردم نگرفت. حالا بیا بریم با هم دیگه بازی کنیم. میدونی حالا که ویل پیر رفته، بیباک هم به یه پسری که باش بازی کنه احتیاج داره. بیباک تو خیلی خوبی. پا به پای اسپرات دویدن دیگه بهش فرصت فکر کردن به اون روزو نمیده. سگ بیچاره. اون روز کمی راجع به این سگ گوش تلخی کردم. امروز پشیمون و متاسفم. میدونستم تو مهربانی. پسرم دوست داری یه سگ برای خودت داشته باشی؟ منظور شما بیباکه؟ یعنی میتونم اونو داشته باشم؟ البته اگه بیباک حاضر باشه. خیلی ممنون ماما، واقعا به یه سگ احتیاج داشتم. تو منم فکر میکنم اونم به یه پسری مثل تو نیاز. متشکرم آقای ابنر. اگه هر وقت احتیاج به سگی داشتی حاضرم بیباکو به شما قرض بدم. متشکرم آقا. تو خیلی خوبی بیباک، تو حرفای منو میفهمی. خیلی از شما متشکرم ابنر. به نظرم ایده خیلی خوبی بود. متشکرم خانم بکستر. خداحافظ. خداحافظ. حالا بریم بازی کنیم. حالا چه بازی بکنیم؟ آهای من میدونم تو یه حیوان وحشی هستی، یه ببری. منم شکارچی هستم. شیر، ببر، فیل، همه چی رو شکار میکنم. حالا تو برو قایم شو. ببرا که پاس نمیکنن، قردش میکنن اینجوری. حالا جوری قایم نشد که پیدات نکنم و اونجوری که دیگه کیفی نداره. اگه پیدات نکنم نمیتونم تیرت بزنم.
وایسا ایوان. سلام خانم. صبح بخیر. این همون مرغای سوپیه که قولشو به من داده بودی؟ البته و چقدرم خوبن. الان ابنر رو دیدم که رد میشه، گفت که مستاجر جدیدی داره. بله کاملا درسته. اگر آشغال گوشتی داشتین برام نگه دارید. حتما این کارو میکنم خانم. اگه زحمتی نیست همونجا رو میز آشپزخونه بذارید. نه هیچ زحمتی نیست. از اینجا دور شو. گفتم از اینجا دور شو. گمونم این آخرین باریه که میبینم. خیلی ممنون آقای باکر. خواهش کن. خب کاری که لازم بود انجام شد. حالا همونطوری که میگفتم بیباک به اسپرات حمله نکرده بود، بلکه اون میخواست اون هفتی رو از دستش در بیاره. فقط همین. سگ انسان نیست. نمیتونه فرق بین یک هفتیر واقعی و یک خط فلز زنگ زده رو که اسفرات به طرف اون گرفته بود تشخیص بده. تنها چیزی که میدونست این بود که یکی از همونا صاحبش رو کشته بود و از اون روز تا بار فقط به این نتیجه رسیده بود که هفتیر فقط به درد یه چیز میخوره: زجر دادن. واقعا افسوس. و امروز دوباره این خاطره براش زنده شد جف. البته من نمیخوام بگم تقصیر توه. اگه من جای تو بودم لابد همین کارو میکردم. اول تیر میزدم بعد برمیگردوندمش. اون شب بالاخره بیباک به خونه اسپرات برگشت. به نظرم کاملا گیج شده بود و خیلی هم گرسنش بود. برو بیباک، من دیگه با تو دوست نیستم. تو سگ بدی هستی. همه اینو میگن سگ بد. تو یه سگ بیادب و بیخودی هستی. دیگه اینجا غذای مجانی پیدا نمیشه. برو گم شو. گفتم برو. برو دیگه. برو دیگه هم برنگرد. چرا نمیری؟ برو. اون بیباک بود؟ بله خودش بود. اما چی کار کردی؟ بهت گفتم که به ظاهر قضیه نگاه نکن. ظاهر قضیه؟ 10 دقیقه هم نگذشته از وقتی که آقای باکر داستانو برام گفت که به طرف اون بچه کوچولو حمله کرده بوده. بعد از اون جریان من اسپراتو دیدم. نه جای دندان و نه یه خراش رو بدنش وجود داشت. وجود نداشت؟ نه خیر وجود نداشت. فقط یه قلمبه کوچک به اون جایی که سرشو زده بود مونده بود. خب اگه اشتباه کردم منو ببخش، ولی آقای واکر به من آقای واکر فقط همین رو میشنوم. آقای واکر فقط میخواست از خودش یه قهرمان بسازه. همین. بیباک نمیتونست چنین کاری بکنه. باید باور کنی. خب پس چرا همینطور مثل عقب افتاده ها وایسادی؟ برو اون سگ بیچاره رو بیار تا مسئله رو حل کنی. ولی تو نمیدونم چرا من همش باید برای هر چیزی فکر کنم. خب برو دیگه، من یه گالمه کار دارم. بله خانم. تو اینجا چیکار میکنی؟ از اینجا برو. یالا
وقتی که همه از اون روی برگردوندن، همون شب بیباک از بابیلون رفت. دوباره کار خودتو کردی. من این تله ها رو برای خودم میذارم یا برای تو ای گرگ شپیشو؟ تو از دزد سرگردن بدتری. اونا فقط تله رو جابجا میکنن ولی تو حتی پوستا رو که چند دلار میارزن نابود میکنی. این دومین تله‌ایه که امروز تو باید به خاطر تو جابجا کنن. خیلی روی اون سنگ با افتخار میشستی. از همون جایی که هستی بشین دوست من. اون که شکل گرگ نبود. پس چی بود؟ خب پس این صدا جواب سوال منه. آره خودشه. ابنر این دفعه کارا رو خراب کردی. این آخرین باری بود که بیباکو تا امروز دیدم. اون موقع فهمیدم که اون برای خودش توی جنگل زندگی درست کرده.
وقتی که فکر میکنم مردم چطور اون از شهر بیرون کردن دوباره عصبانی میشم. البته حالا همه متوجه اشتباهشون شدن. ما نمیذاریم اون بمیره. نمیمیره مگه نه ابنر؟ خب میدونی این زخم سر به نظر من چیزی نیست. شونشه که منو ناراحت میکنه. بستگی به سنگ داره. پس اون زنده میمونه. میدونی من یه دوستی توی شهر دارم به نام دکتر کرافت. پیره و هر وقت یکی از مریضاش این سوال ازش میکنه میدونی چی جواب میگه؟ اون میگه به نظر من شانس 50-50 است. به نظر من در رابطه با بیباکم جواب سوالت اینه. پدر نگاه کن چشماش باز شدن. آروم باش بیبا، آروم باش. بد تو بهتر عقب بمونی. بذار به ما عادت کنه. نه میونش با بهت خوبه. جی؟ بیباک به شما عادت میکنه پدر. من مطمئنم. بیباک رفته. تو چی گفتی بهت؟ بیباک رفته. ها؟ ما که نمیتونستیم همش زنجیرش کنیم. اگه همیشه زنجیرش میکردیم به نظر تو خوب؟ اما پدر من بیباکو خیلی دوست دارم. خب شاید رفته تا زخماش رو خوب کنه. خیلی از حیوانات این کارو میکنن. ممکنه وقتی خوب شد دوباره برگرده. واقعا اینطور فکر میکنی؟ بله البته امکانش هست. مگه نه پدر؟ بله ممکنه. من تعجب نمیکنم. به هر حال اینجا خونشه. اگه خواست میتونه بیاد. و اگه نیومد دفعه دیگه که به شهر میریم یه سگ خوب برات میخرم. من فقط اونو میخوام نه سگ دیگه. خب کارم تموم شد. میتونی بازش کنی. بله چقدرم کارتون عالیه. از شما هم بابت کمکی که کردید متشکرم. در عوض هر وقت میام اینجا بهترین غذاها رو میخورم. پدر بیت کجاست؟ من فکر میکردم با تو توی خونه است. نه. بیت 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 بیت. عجیب ابنر. تو اون طرف بگرد جی. تو هم اون ورا. خیلی خوب. فقط میخواستم بهت محبت کنم. میخواستم یکی رو داشته باشم که باهاش بازی کنم.
از این طرف. جی پیداش کردم. نه این کارو نکن. هیچ کس به تو صدمه ای نمیرسونه. بیباک دیگه نکنی یا؟ ابنر تفنگو بده من. بدش من. ما باید این مشکل رو حل کنیم. تفنگو برش دار. بمال به صورتت. خب حالا بذارش زن. برو آقا. پدر اون غر نزد. اون شما رو دوست داره. خیلی وقت پیش باید یکی این کارو میکرد. بسیار خوب. حالا میبریمش خونه. هیچی نگو. آروم باش آروم. اون رفت زندگی جدیدش شد.